دریای اشتیاقم، غیغم شریک دردم، با دیگران انیسم، با تو شریک و همدم. گر و با دیگرانم جانم، با توست هر دم. من و مای بدگمانی بشنو صدای قلبم. من عشق و دوستیم، ازمن چرا میرنجی. کی است؟ نمیفهم، نمبر ناشناس است. خطش کن. بله افضل خان. اوه از این بچه چی حال داری؟ شکر است. چی حال داری؟ فامیل چطور است؟ فضل خدا شکر خوب هستن. روزای جمعه چی میکنی؟ وظیفه هم خود نمیری؟ نه نمیرم. جای میله نمیری؟ نه اکثرا در خانه می باشم. مهمانی نه بچه، خواستم از نزدیک بشینیم با هم گپ بزنیم. خود درست است، زور تو را ندارم. او روز در سر سرک دیدمت، مگم هیچ قصه نکنیم؟ او بچه بسیار وقت میشه که ندیدمت، چندین سال میشه. خود سعید بچه، برو که کار نداشته باشی. او بچه یادت باشه که فامیلی بسیار یک رفیق سابقیم بود. بعد از چندین سال او روز دیده میشه. حالا زنگ زده بود میگه همراه فامیلت سبا بیا میمانم هستی و امروز جمعه. خیره ددگه جمعه پلان موضوع. کاکا افضل یادت است؟ یک رفیق بسیار قدیمی ما بود. چرا پدر جان؟ جگرخون شدین؟ بگوین نه؟ بسیار خودت تنها فکر میکنم. چرا همراه من نیستی؟ چرا مرا تنها رها کردی؟ اگه مادر خدا بیامرزم زنده می بود چقدر خوش می شد که کاکا افضل مهمان ماست. بچه، مادرت با کاکا افضلت بسیار احترام داشت و او احترامم از خاطری که من از کل گپتان خبر دارم. خدا بیامرزه مادر من برای من کل داستان قصه کرده بود. کدام داستانه؟ باز یک روز برات خود قصه کردم.
برو خوارک آشپزخانه رو خبر بگیر. پدر جان، شما که کاکا افضل میمان کردین و ما میخوایم که یک چیزی رو براتان بگویم. تو ضرور نیست چیز بگویی. پدرت میفهمه وادیش. نه مادر جان، این درست است که یک واده است، ولی پدرم باید بفهمه که در دل من چی میگرده. من میفهم که دل تو چی میگرده، ولی او واده مادرت بود و تو خود میفهمی که من مادرت چقدر دوست داشتم. دوست داشتم چی؟ دوست دارم. اگه دوست نمی داشتم حالا شما یک مادر اندر می داشتین. بچه دوستی پدر تو فامیل عظیم خان از خواسته های تو پدر بسیار زیاد است. میفهمی؟ عظیم کاکایت بسیار خانم خود دوست داشت. من میفهمم که خواستای ما با پدرم هیچ ارزش نداره. مادر جان، من به خاطر خود نمیگم، به خاطر دختر بیچاره میگم. ولی چرا خواسته های من قربان محبت شما شوم؟ این درست است که در خورترکی او هر روز در خانه ما بود و همراه ما بازی میکرد. مگه می به این مانا نیست که من قبول کنم و او دختر قربانی یک واده شد. چی گپ است؟ ازمن چرا میرنجی ازمن چرا میرنجی میگن کدام میمونیست؟ بله صاحب زاده. حالا متاسفانه که لیاقت شما رو نداره. شب کجا گم بودی؟ شنیده اونجا که میمان است خوب دخترات پیشانیان داره. برو میشه که سریگان تشتب شید. بله؟ من خود بسیار گفتم باشم ماشین سپورت گرفته بود برای خاطر ولی از خدا میگم از رقم بخور سعی چی گشتم موتر 303 افتاد رقم برای چی؟ ما برای تو گرگ خرگوشه مستر چی؟ الهی تو گفته. تشکر دختر جان. بچه از این سینه هاش از لپاپ ببرم. این سینه هاش هست. خواستایی سمید تو دیدی خیرم. سینه‌ش باز پسان براش میتونه باز برای از کجا ماشین بخره؟ نه خدا مرا هیچ وقت رقمتون نست. آرزو بچه از تیستیز بیاریم جان بودم. دیدیش؟ نه بابا در تلفن گپ میزد.
از پشت دیدمش چندان چیز نبود. با اجازه تان کاکا جان یک کار ضرور برام پیدا شده باید برم. چرا جانب کاش کنم؟ من خیلی برای ما دیگه وقت باز کاکا جان. فکر میکنم باز میره کدام طرف نصیحت میکنه یا مثل تو هریس اینقدر دقم مردم است که تو پرسان نکن. حالا این خوب بسیار کار خوب است بچه. نه بسیار حالا بسیار. با هم که پدر جانت بگه این کارت مرا بگی با کدام وقتی افتی بیان دفتر من. ازمن تشکر. برو خداحافظ. خداحافظ. بیا که بریم. تو برو من نمیرم. چی میگی؟ تمنا بد است. باز پدرم صدایت میکنم. اینقدر میشمی فقط که نمیشه میده. بیا که بریم. بیا. راستی هم بچه که چوچه کجاست؟ حالا ماشاءالله کلام شده باشه. از شب روزش تمنا جان است. بیا دخترم خالی نمیشی. برو بچه حالی خالد بشی. خالی طبیعت داری؟ بله خاله جان. خاله جانت بالکل امور یقم مسیح تغییر نکده. صرف یک چشم برابر خود ساخته. تو پشت خانه از امورا گرفتی؟ پشت تو رو میگیرم تو هم خود از خود بساز. بله بله. از که دوستای نزدیک است یک جای برشان زنگ میه. ما تعقیب کنیم. اوکی. فقط برای دوتون یک نفر زنگ زد که دوتون تو دیگر خونه هستیم. خاله جان شاید از پدرم کدام موضوع جنایی باشه. از کاکایت هم خدا میدانه که در تجارت نقص کرده باشه. والا دخترکای عظیم خان بسیار مقبول و با تربیه بودن. خصوصا هم تمناش بسیار با تمکین و خوشندام. مرا خوشم آمد. دلم از که امور به نصیر بچیم بگیرم. نظر تو چیست؟ حال چرا گپ نمیزنی؟ اونجا هم در یک تلفنی قپیشان ترشی کردیم. حال چی گپ است؟ این دوستی رو بگذار که تو دوستی باشه و خویشاوندی تبدیلش نکن. تا دیروز آخه بسیار دوستای خوب بودیم. دوست چه شده؟ دنیا در یک روز ددگری میشه.
حالا فهمیدم. به خاطر که عظیم خان یک آمر پلیس است. از همین خاطر نمیخوایی؟ گوش بزن. در روزا بسیار گپای شنگدار میزنی. خدا کنه رئیس جمهور باشه که گفتم نمیشه دیگه. ازمن چرا میرنجی ازمن چرا میرنجی حالا فهمیدم. به خاطر که عظیم خان یک آمر پلیس است. از همین خاطر نمیخوایی؟ گوش بزن. در روزا بسیار گپای شنگدار میزنی. خدا کنه رئیس جمهور باشه که گفتم نمیشه دیگه. صاحب این راپور امنیت ملی است. اونا خودشان عملیات کردن و طفلم از چنگال اختطافچی رها کردن. صاحب سارانوالی هم چی کده سارانوالی؟ در مورد قتل و نگهبان میخواین از شما تحقیق کنن. خب را باز ما میبینم. برای ما این قضیه مهم است. چند نفر گرفتار شده؟ اکثر اختطافچی فرار کردن. خواهی کدام گپی نو نیست. اکثر این اختطافچی فرار میکنن. ما با این چیزا اکتفا نمیکنم. یه تو میفهمی. پیدا کنین که اختطافچی کیا بودن. بالاخره باید پیدا کنیم که کی میخواست مرا از بین ببره. ولی ما در این قضیه دست قاچاقبرای مواد مخدر دخیل میدانم. نصیر جان چه حال داری؟ پدرشان چطور بودن؟ خوب بودن کاکا جان، تشکر. در دفترتان بسیار کارمندای خطرناک است. متابال ایتو دفتر و ایتو پرسونال در افغانستان ندیدیم. چطور؟ بسیار عالی است. اما وظیفه‌تان هم بسیار خطرناک باید باشد. او قدر هم خطرناک نیست. مگم قاچاق مواد مخدر پول داره و خودت بهتر میفهمی جایی که پول باشه اونجا اصلی هم هست و ترور هم هست. خود قاچاقبران مواد مخدر بسیار مردم ترسوستن، ولی میفهمی اونا از مجبوریت های مردم استفاده میکنن و یا هم با پرداخت پول از بیکاری های جوان ها استفاده میکنن. از خود بگو تو چی کار بار داری؟ پدرت میگه بسیار غمخور مردم هستی. کدام مسئولیت خاص ندارم کاکا جان. غمخور مردم هستم،
چرا که وطن ما دوست دارم و میخوایم برای مردمم خدمت کنم. در آن جایم که برای کار میرم بعد از چند روز متوجه میشم که هیچ کس نمیخواد با این کشور کار کنه. اگر بخواید مؤسسات کار بکنی اونا پالیسی های خود دارن و خودت از من بهتر میفهمی که پالیسی های اونا چی است. اگر در دولت بخوای کار بکنی باید یک حزب و یا به یک گروه وابسته باشی که از این کار هیچ خوشم نمیاد. با می قسم سب زندگی تیر بشه. تو میفهمی که بدبختی از کجا شروع میشه؟ از چی کاکا جان؟ مافیا. مافیا؟ بله. و خوراک مافیا قاچاق مواد مخدر و خون مردم است. خب بانی گپاره قسمی که پدرت گفت تو اکادمی پلیس هم خوندی و ماشاءالله شهامت هم داری و عشق با مردم و وطنت هم داری. چرا برای ما کار نمیکنی؟ پیشنهاد شما بجاست کاکا جان، ولی من نمیخوایم امرای قاچاقبرا رو برو شم، چرا که از چیری و جنایتکاران نفرت دارم. و خودت میفهمی کاکا جان که بدبختا بسیار دست بالا دارن و اگر دستگیرشان کنی با زودترین فرصت با روابطی که با مقامات دارن خود رها میکنن. ترسیدی؟ تو که جوان هستی میترسی؟ با امید به مبارزه نداری؟ خیما که مسئولیت اولادارم داریم، پس هیچ باید از خانه نبراییم. شاید بعد از من سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی پیغام آشتیم ازمن چرا